قرار است تا 2 سال دیگر فعالیت شرکت تالکا قطع شده در جای آن کارخانه نوی مشترک با چین برای تولید آلیومینی ساخته شود. ایگور ستاروف سخنگوی شرکت تالکا روز 1 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت فعلا با دستور رهبران بلندپایه تاجیکستان و چین مذاکرات برای تهیه قرارداد نهایی ادامه دارد. با قول سخنگوی تالکا طبق توافقات اولیه ساختمان کارخانه نو در محل کارخانه حاضره آلیومین براری تاجیکستان بنیاد خواهد شد. وی افزود کارخانه نوی مشترک در طول 1 سال و 8 ماه بنیاد می شود. بعد از انجام ساختمان کارگاه نو کارخانه تالکا کاملا از بین می رود. حالا نمی توانم بگم که سهم جانب تاجیکستان و چین در این کارخانه مشترک چی مبلغی خواهد بود، زیرا این سری تجارتی محسوب می یابد. ایگور ستاروف در ادامه صحبت گفت بنیاد کارگاه نوی تولید آلیومینی برای اقتصاد تاجیکستان فایده آور خواهد بود، زیرا با قول این نماینده شرکت تالکا فناوری‌های جدید ساخت چینی امکان می‌دهد با صرف مقدار کمی نیروی برق تولید آلیومینی افزایش داده شود. تالکا کارخانه مشترک را با شرکت چینی یونان بنیاد خواهد کرد که از سابقه بزرگ تولید آلیومینی در کشور خود برخوردار است. ایگور ستاروف هم گفت در کنار صرفه نیروی برق برای تولید آلیومینی اینچنین استحصال این نوع فلزات افزایش یافته کارخانه مشترک میتواند در 1 سال بیش از 500,000 تن آلیومینی تولید کند. وی افزود تا به حال اسم کارخانه نوی مشترک در حال بررسی است و فکر میکند بعد از امضای سازشنامه نهایی این موضوع دقیق خواهد شد. نور سفروف تحلیلگر مسائل اقتصادی در صحبت با رادیوی آزادی تا جای از تصمیم تالکا توصیف کرد ولی گفت فعالیت این کارخانه در دراز مدت میتواند با مشکلات روبرو شود. او بر این نظر است که حالا تالکا از سبوکی‌های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما من بعد تاجیکستان میتواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. شرکت تالکا سابق تدز کارخانه آلیومین گدازی تاجیکستان در میانه‌های سالهای 60 ساخته شده است. چند سال پیش در صحیفه‌های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تالکا با بودجه دولت اندازی چندان بزرگ پرداخت نمی‌کند و بهتر از فروخته شود. اما آن زمان مقامات تالکا گفتند کارخانه آلیومینیوم در کنار نیروگاه‌های راغون و نارک از اهمیت ملی برخوردار است و جزء افتخار ملی است که به فروش گذاشته نخواهد شد.